Ассалому алейкум, ба ҳама подписчикои канали Шон ТВ. Омадем қазия дем задем мулора рейп дадроварда натонистем ба хмои сигдастем намеед қидори насалом. عليكم برادراني عزيز كسكي حجامو میخواد شهر یکترینبورگ بگیم 99 98 رقم رو که میبینین دم رقمو میتونین زنگ بزنین. در شهر مسکو 92 92 رقمو میتونین برای حجامو ان شاء الله که زنگ بزنین و برای داروی گیاهی با قدرمانی الله. السلام علیکم. ҳаматона зинда ва сарбаландитона мехоҳам. муло подписчикои ман қайда ассалому алейкум дорушон се. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چه خیلی که میبینین که حاجی شهباز در مهمانی ما هست. الحمدلله یعنی یکی از بهترین انسان‌های بسیار مردم گمانی بد میکنن و گمانی بد از بین ببرین، چون که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است که ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدید. از گمانی بد دوری بجوید، بدرسی که گمانی بد یکی از گناهان کران است. و هم خاطر انشاءالله با دعا باشین خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه، توفیق بندگی را برای ما و شما عطا فرمایه. در هر کجایی که باشین خداوند با ما است. باقی در امان الله. بردار عزیز، ما قطعی قارش ما را وعده دادیم که یک تا کنکورس میکنیم، یعنی که 10 تا کتاب قرآن، 10 تا تسبیح، 10 تا جای نماز شما را تحفه میکنیم. یعنی که ایده یگان جا بلیت خریدن در کنید، یگان کار کردن در کنید، پروستا تک با کمیتر خوبتون میبرین. وظیفه شما چیه برادر عزیز؟ وظیفه همین میشود که من در آخر ویدیو کانالی حضرت میمونم میدروین. بعد همین ویدیو را دیدن علاقه در کانالی حضرت در صاحب 6 بار صورت کتاب قرآن اینمی کتاب میمونن میدروین کمیتر فکراتون رو مینویسین و بعد کنسرت پیتر انشالله که من میام میخوای راندوم در پیشتون که ویبر میکنیم یکون کمیتر در میمونیم میگیم که اون کمیتر کیه چیه. برید مرحمت بیا آدرس میتیم، یک تا جای نماز، یک تا کتاب قرآن و یک تا دیگر تسبیح شما در تحفه میشه برادر عزیز. و انشالله که یک مدام ثواب میرسه. یک اون در من دعا میکنیم. بله انشاءالله که چنان که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است که من دل علی خیر فله اجر مثل فاعله. هر شخصی که برای یک کار خیر دلالتی کنه در نامه اعمال او اجرش ثواب نوشته می شود، چون که اون شخص او را انجام داده است. یعنی کایشان یعنی چی می شود؟ سبب می شود که یکی از برادران ما و شما صاحب همین قرآن شود. همین قرآن که بخونه، هر کلامی که میخونه، هر آیت قرآن که تلاوت میکنه در نامه اعمال ای ثواب نوشته میشه، به خاطر اینکه سبب شده. و ان شاء الله که از تحفه‌های بهترین، چون پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابه. شما قرآن را بخونین، بدرسی که قرآن شفاعتگری شما میباشه روز قیامت. و همون خاطر انشاءالله که انتظار شما هستیم. سیلکش در اپسانی هسته، بدرین پدپیسات کنین و یگان فکر رأی خودتان بنویسین و انشاءالله که مغالبه بالای شما است. اما سربلند باشین، خدا نگهبانتون باشه. و نمی در موبایل هم بالای سربلندی ما دا یک کروگه که دستین نمی در میجخین راست شما را автомати میپرته در کانال حضرت بخبر شین. خدا حافظ. السلام علیکم. مگذاریم با قسمی هاش.